ما اسم ائمه رو میذاریم رو عملیاتامون، دوستان میذارن کرکس و سیمون. اسم رمز بی سیمای ما علی و ابوذر و سلمانه، دوستان میذارن بیژن و ارژنگ و اسفندیار. افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. بیژن و ارژنگ میذاریم چون ژ داریم. ژ و پ و چ استفاده میکنیم برای اینکه عراقی‌ها از این حروف نمیتونن استفاده بکنن، نمیتونن تلفظش بکنن. بنابراین اگر بیسیم‌های ما شنود بشه نمیتونن فریبمون بدن. اون شما به این برادر ما بگید که بفرمایند ما کدوم یکی از عملیاتمون اسمش کرکس بوده، خودمون لااقل متوجه بشیم بدیم. بعدش هم این نامگذاری ها اصلا چقدر اهمیت داره. جناب سرهنگ، بچهای سپاه باری به هر جهت دارن عمل میکنن، نظام درست حسابی ندارن. خب آقایونی که الان تشریف دارن در خدمتشون هستیم به عنوان فرمانده، یه عده با پوتین اومدن، یه عده با کتونی. من معذرت میخوام جناب سرهنگ، من خودم به شخصه با کتونی میگردم، با کتونی راحتم. مشکلی پیش میاد مگه؟ جناب سرهنگ، مومن در هیچ چارچوبی نمیگنجه. در قاعده که میگنجه.